فکر میکنی چت جی پی تی فقط برای چت کردنه؟ نه، این هوش مصنوعی قدرتمند میتونه زندگی کاری و شخصی تو زیر و رو کنه. توی این ویدیو میخوام کاربرد خفن چت جی پی تی رو بهت نشون بدم که احتمالا نمیدونستی. با چند خط دستور ساده چت جی پی تی میتونه برای اینستاگرام یا توییتر کپشن بنویسه، ایده بده یا حتی ترمیم محتوایی بسازه. دانشجویی، مقاله داری، فقط موضوع رو بهش بگو. چت جی پی تی میتونه برات مقدمه، نتیجه گیری و حتی تیترهای مقاله رو پیشنهاد بده. متنت رو از فارسی به انگلیسی یا برعکس ترجمه کن، اونم با دقت بالا. حتی میتونه بازنویسی کنه تا حرفه‌ای تر بشه. میخوایی کسب و کار تو شروع کنی ولی نمیدونی از کجا؟ چت جی پی تی میتونه بهت ایده بده، مدل درآمدی طراحی کنه و حتی کمک کنه شعار برنده تو بسازی. ایمیل اداری یا تجاری داری و نمیدونی چطور بنویسی، فقط هدف ایمیل رو بگو. چت جی پی تی خودش یه متن رسمی عالی برات میسازه. سوپر ایمیلی برای پیگیری درخواست شغلی بنویس. اگه برنامه نویسی میکنی، چت جی پی تی یه کمک یار بی نظیره. میتونه کدت رو بنویسه، خطاها رو پیدا کنه یا الگوریتم بهت یاد بده. سوپر کدی بنویس که عدد اول رو تا 100 چاپ کنه. میخوای زبان یاد بگیری؟ ریاضی تمرین کنی؟ چت جی پی تی میتونه یه مربی خصوصی باشه که همیشه آماده است. سوپر، به من زبان انگلیسی آموزش بده، سطح مبتدی. دیدی؟ چت جی پی تی فقط یه ربات چت نیست، یه ابزار قدرتمنده برای رشد تو زندگی شخصی و کاری. حالا نوبت توه. از کدوم کاربردش استفاده میکنی؟ توی کامنت ها بنویس. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا آموزش های بعدی رو از دست ندی.